با نام خدای جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام، برنامه نوبتی کتابخانه است و مهمان امروز در برنامه ما حکیم عبدالله راهنما. با برنامه خوش آمدید. امروز در برنامه نه تنها یک کتابخوان تبلیغگر کتاب بلکه نویسنده کتاب رو در برنامه دعوت کردیم و فکر میکنم برنامه خیلی با اشتراک شما جالب میشه. امروز با چی کار و فعالیت مشغول هستید و کوتاه بگویید که حال و احوالتان چگونه است؟ تشکر برای دعوتتان. من خوشبختانه در یک 2-3 هفته اخیر خیلی خوب هستم. بعد یک بحران سلامتی که داشتیم حاضر و با سرشوی بهار احیا شده به فعالیت کاری آغاز کردم و فعالیت من حاضر اساساً در 2 بخش است. یکی در اتفاق نویسندگان تاجیکستان در بخش رابطه های ادبی و بخش دیگر در کارهای تحلیلی و تحقیقی که در دفتر خودم در خانه انجام میدهم و اکثری اون چیزی که من می نویسم و این شب و روزها می گذارم در رسانه ها محصول همین بخش فعالیت من است. بیدار میشم که حکیم عبدالله راهنما زیاده از 20 کتاب تالیف کردند. نوبسته از اینکه این کتاب ها موافقان و مخالفان خود را دارند، ولی باید بگوییم که شما رو چی دوستانتان و چی آنهایی که نظر دیگر دارند به عنوان یک دانشمند، یک محقق و یک نفری که فراگیر از علم است شناسند و حتی اعتراف میکنند. نوبسته از اونه که آنها به شما چی دیدگاه و چی نظر دارند. کسایی که احترام میکنند، اعتراف میکنند و نقد میکنند، نظری خود را دارند، چی مخالف چی موافق، برای یک نویسنده بسیار ارزشمند است. زیرا همین نقدها، اینم از تجربه شخصی، باعث میشه اینکه کتاب در نشر دوم و سوم و چهارم خود به همون سطح کمال رسد. یعنی وقتی کتاب بیرون می آید یک نگاه اولیه است و مثلا بعضی کتاب هایی که نشر دوم سومن الکی به یک سطحی سوخته شدگی هم فکری هم زبانی هم ساختاری میرسند. ارزشمند است. منظور من این بود که نوبسته از اینها در کل، یعنی همه اعتراف میکنند که شما شخصی دانشمند هستید، اونها هم که شما رو نقد میکنند و اونها هم که دوستداری افکار شما هستند یا برعکس، ولی در صحبت های خصوصی در پس شما یک چیز میگویند که راهنما واقعا آدمی دانشمند است. نمیدونم این چیز به شما میرسد نمیرسد، اینا خوب اعتراف میکنن. اولین چیزی که نوشتید چی بود و چه احساس داشتید وقتی اولین کتابتون نشر شد و چی سین داشتید و چه احساس بود و چرا فکر کردید که باید بنویسید؟ البته سالهای دانشجویی ما سالهای 90 بود و در همین دوره یک حرکتی بسیار بزرگ ملی اندیشیدن و گفتن و نوشتن و خواندن و شنیدن بود. مثلا من تصور میکنم سالهای بین 85 تا 90-91 این دوره اوج فعالیت فرهنگی و ارزشی همه جامعه ما بود و کتاب بسیار خوانده میشد، گفته میشد، مطرح میشد و از همین رو ما همچون دانشجویان در زیر تاثیر همون ارزش‌های همون دوره بسیار فعال هم در مطبوعات، اون وقت شبکه‌های اجتماعی نبود، اساساً صحنه جوانان ایجادکاران روزنامه ها بودن و من قریب در همه روزنامه های همون سالی فرض 90 91 92 شعر، حکایه، مقاله، چیزای جوانانه خود رو می نوشتم و بعداً جنگ شهروندی شروع شد و بعضاً فعالیت اکثر ایجادکاران یک خلل یافت یا تغییر یافت و بعدی انجام این دوره مشکل بعضی شعرهای از دوره دانشجویی تا همون سال 1997 را جمع کرده. من اولین کتابچه من اناخ مایده کتابچه خوردکک با نام آغاز دوستداری بود که با سرسخن استاد نظام قاسم امو وقت چاپ شده بود. این شعرها است که در دوره دانشجویی و در دوره مهاجرت، در دوره حتی عاشقی، در دوره بسیار آرزوهای نیک نوشته شده است و همین کتاب بسیار خرد است ولی یک میراث برای من از اون دوره جوانی است. زیرا وقتی اینجا نگاه میکنم حتی انسان در این سن و سال اکنون گشته به جوانی نگاه میکنی و میبینی که چقدر ما احساسات بلند داشتیم، نه تنها نسبتی اطراف، نسبتی دیگه پدیده های معمول، حتی نسبتی سیاست، دولت،
ملت، جامعه، زبان. در همون دوره یک دوره بود که هم احساساتی بلند داشتیم و هم یک نظری به اصطلاح امروزه ایدئالیستی و آرمانگرایانه داشتیم. بنابراین همین کتابچه یک کتاب آرمان‌های ما هست. انتشار داره از یک کتاب خرد شعر آغاز کردید و رفتید به کتاب‌های جدی در سمت سیاست، ایدئولوژی و وقتی که به نوشتن شروع کردید می‌خواستید شاعر باشید یا سیاستشناس؟ روحیه سال‌های 89 90 91 یک روحیه ملی سیاسی بود و یکی از خصوصیت‌های همون دوره این بود که در صحنه سیاسی محض ادیبان، شاعران، زیاییان موقع اساسی داشتند. مثلا ما هم دوره که دانشجو بودیم چهره‌های هم سیاسی، هم ادبی، هم فرهنگی همین استادایی بودن که برای همه ما معلوم است. یعنی جایگاهی شخصیت فرهنگی و زیایی از فضای سیاسی جدا نبود. مثلا شما وقتی که درباره استاد ترسونزاده صحبت میکنیم، همون قدر که ترسونزاده همچون شاعر ادیب مطرح باشد، همون قدر همچون سیاستمدار، همون قدر همچون کسی که در روند سیاسی، در روند فکری جامعه تأثیرگذار بود و از طرفی سیاستمداران اداری ترسونزاده همچون یک پدیده کلان سیاسی اعتراف میشد. بنابراین همین مدلی جدا نبودن این مفهوم که یک از سیاستمدار است و سیاست شناس است و با یک از ادیب است و دو مفهومی از هم کاملا جداست، همین نبود در ذهن ما. بنابراین همون فعالیت ادبی و فکری و سیاسی ما همزمان بود. مثلا وقتی که ما سال 89 در مبارزه برای زبان تاجیکی اشتراک میکردیم، مثلا من همچه دانشجوی جوان سال اول در میتینگ های برای زبان در میدان در استادیوم اسپارتاک ساعت ها میشتیم. همونجا مثلا کسایی که درباره زبان گپ میزدن، استاد شکوری، استاد بازار صابری، حتی مثلا شادروان ظفر نازیم و اینا اهل فرهنگ و هنر و ایجاد بودن، ولی اینا در همون لحظه لیدران سیاسی فکری همون مرحله بودن، مثل گل رخسار و اینا. زیرا همون مسئله زبان همون وقت نه تنها مسئله فرهنگی بود، بلکه مسئله ملی و یک قدم اساسی برای به وجود آمدن فکری استقلال طلبی بود. از بس که وقت مستقیما استقلالیت طلب کردن خطرناک بود در دوره سال 89-88 شوروی. همین نام استقلالیت یا همین مفهوم استقلالیت در همین دولتی شدن زبان یا استقلال یافتن زبان انعکاس میشد. بنابراین اون دوره بود که ما همین خیل یک مدل فکری تربیت یافتیم که یک زیایی مثلا در متن روندی سیاسی و جمعیتی باید قرار داشته باشد. همون وقت با فکر شما کتاب زیاد میخوندن یا امروز؟ و سوال دیگر این که همونجا شما آگاهانه صحبت میکردن جوانان امروز یا امروز مثلا آگاه ترن از مسائل؟ چی خیلی از تفاوت ها؟ یعنی اون وقت گفتید که استادا گپ میزدن، بزرگا گپ میزدن، شاید جوان ها گوش میکردن دیگر و امروز دیگر همه میگوید و در هر سمت همه میگوید و همه شاید مینویسد. خب تفاوت چی بود؟ فکر میکنید همون ادب و اخلاق و خواندن و مطالعه کتاب بود که اونها گوش میکردن یک نفرانی رو، یا که برعکس تفاوت شد، نسل‌ها تغییر یافتن، زمان‌ها تغییر یافت، جامعه تغییر یافت و روندها تغییر یافتن که امروز هر کس میتواند مثلا هر اندیشه را بگوید؟ خواجه دو مسئله از هم جدا است. یکی این است که جنگ شهروندی یک پدیده بود که آثاری بسیار وسیع گذاشت. مول میگن که مثلا 10 میلیارد دلار ضرر شد یا 180,000 کس کشته شد. اینا ضربه‌های بزرگن، ولی یکی از ضربه‌های بزرگ جنگ شهروندی این بود که همون محیط ارزشی، محیط ملی، محیط فکری شکسته شد و یک دوره بود که ما با دهشت، با مشکلات سیاسی امنیتی در این کشور روبرو بودیم و دوره بود که ملت یک فاجعه رو از سر گذراند و وقتی که ما میگیم که همین روند صلح و
و وحدت ملی باعث نجات ملت شد، این یک گپی سیاسی ایدئولوژی نیست. در حقیقت ملت ما هم از نظر فیزیکی، هم از نظر ارزشی، از نظر فکری، از نظر همه جانب در آستانه یا در ورطه نابودی قرار گرفته بود و ما بعدی که از این بحران بیرون آمدیم خوشبختانه و در یک مسیری برقراری هستیم، البته اون محیط ارزشی که قبلا بود حالا با اون سطح برنگشتیم. بنابراین حاضر ما چی رو میبینیم؟ حاضر ما سیاستی دولتی، فضای رسمی، فضای تبلیغی برای کتاب خواندن، حمایت دولتی، نه در وقت آخر آزمون ها حمایت دولتی رو میبینیم. این پدیده خوب است. یعنی ما مدیریت میکنیم روند کتابخوانشوی جامعه را، ولی همچون پدیده عمومی هنوز این همچون ارزش مطرح نشده، همچون ارزش ولی نشده. ولی در اون دوره این بود که کتابخوانی ارزش بود، ارزشی که یک انسان خودش به سوی او تلاش داشت. مثلا دانشجوی دوره ما در همین کتابخانه فردوسی ما روزهای دراز نوبت می ایستادیم که نوبت رسد، یک جای رسد و ما یک کتاب رو گیریم و خوانیم. درست است که در سالهای 89-90 روزنامه خوانی، کتابخوانی بسیار مطرح بود، اما در همون دوره این یگانه راه گرفتن معلومات بود. ولی حاضر ما اگر از دوری 30 سال 35 سال به اون دوره نگاه کرده، در مقایسه با همون مدل بازم همون کتابخوانی رو در همون شکل کلاسیکی میخوایم تبلیغ کنیم. خود ایده خوب است، ولی در این زمان من نظرم این است که کتاب به معنای همین یک مواد چاپ شده کاغذی نشر یافته یک مفهوم است، ولی اطلاع گرفتن، آگاه بودن میتوند امروز واسطه های غیر از کتاب هم داشته باشد. یعنی طریق واسطه الکترونی و مثلا شبکه‌های برای اجتماعی. همین اگر در مرکزی تبلیغات خود دانش، خود سواد، خود آگاهی استند و کتاب یکی از واسطه های رسیدن به اون است اکنون. بنابراین کتاب در سال 89 و روزنامه در سال 89 اون همه چیز بود و حاضر روزنامه و کتاب یکی از واسطه های رسیدن به این آگاهی است. ولی البته این بحثی وسیع شما بحثی وسط، ولی یک سوال دیگر اینجا پیدا میشه که چرا پس میزان پیشرفتی کشورهای دنیا رو به میزان مطالعه مثلا میسنجن؟ اینم یک حرکتی است که نسبی است. کتاب امروز هم نقش خود را همچون واسطه اساسی تعلیم و معلومات از دست نداده است، ولی کتاب اکنون نقشی عصر میانه، عصر 19، عصر 20 رو ندارد و مردم رو حتی بسیار نکوهش کردن. لازم نیست که کتاب نمیخواند، بلکه خود بیسوادی و بیخبری باید از این طرف نکوهش شود، نه کتاب نخوانی. ولی درباره کتاب من دو نکته رو میگم که امروز هم هیچ چیز اون رو عوض نمیکند. یکم این که در مسئله تعلیم، کتاب همچون واسطه تعلیم هنوزم نقشش اساسی است، زیرا دانش بنیادی این شکل گرفته میشه. دوم، در مسئله های جدی، مثلا حاضر پرابلم اساسی که ما در جامعه، نه تنها ما، در قریب همه جهان هست، همین است که همین موجی بزرگی اطلاعات. حالا شما فکر این در مقابل اون فکری من است؟ نه، ولی بینید منطقاً چه خیلی میگه. موجی بزرگی اطلاعات باعث شده است که ما به طور با سرعت و حجم کلان اطلاعات میگیریم و ما فرصت هضم کردن و درک کردن نداریم. مثلا حاضر امین شب روز بحران اوکراین و روسیه هست، در یک روز چند هزار خبر میتونه. اگر ما به همین مشغول شویم
شب و روز همین را نگاه کنیم هم تمام نمیشد. بنابراین حجم بزرگ اطلاعات میبیاد و فرصت هضم کردن نیست و هضم کردن خوراک نیست که هضم کنیم. منظور این که هضم کردن دانش این است که او رو به نظام می‌داره در ذهن خود و تحلیل میکنی که سرچشمش چی است، پیامدش چی است، ماهیتش چی است و خلاصه میبراری و موقع درست میگیری. مقصد تمام دانش اطلاعات این است که از گرفتن پر کردن سر نیست. مقصد این است که همین دانش باید در شما به ارزش یا به موقع تبدیل شود. اگر به موقع یا به ارزش تبدیل نشود بفایده است و یک انبار دانش میشد. اطلاعات زیاد میگیریم ولی این اطلاعات تحلیل نمیشد، هضم نمیشد و خصوصیتی فرگمنتالی دارد. فرگمنتالی به معنی که همین یک پاره از یک کانتکست. اما کتاب، انا اینجا نقش کتاب در چیست؟ کتاب بخصوص کتابی جدی از مؤلف معتبر اگر باشد، کتاب یک دانشی منظم شده، تحلیل شده، سنجیده شده است و آدم به خبرخوانی دانشمند نمیشه. آدم به اخبار تماشا کردن هیچ وقت تحلیلگر نمیشه. تو دانش بنیادی، دانش متدولوژی، دانش روشمند گویم به تاجیکی نباشد، از دانستن اخبار زیاد آدم نه تحلیلگر میشد، نه با سواد میشد، نه دانشمند. وقتی که آدم پر اطلاعاتی پراکنده است و خود اطلاعات همچون اطلاعات فقط بسیار مطرح است. مثلا ناظر حتی مسابقه است که همین خبر رو کدام رسانه چند ثانیه پیشتر گفته است، با همین افتخار میکند. حتی در پایان خبرها می‌نویسند که این رو پیش از همه فلان رسانه گفته بود. همین مسابقه سرعت و مسابقه مقدار دانش و اینا باعث میشد که همه در همین فضا خودشون رو بیازمایند و حاضر من مثلا همچون سیاست شناس اگر گیم، من سیاست شناسی دعوا ندارم اما دارم روی دیپلمی علمی من هم خیلی نوشتم، هم در روی دیپلم دانشگاهی هم در روی دیپلم علمی ما عنوان علمی ما نوشته است. اگر از روی همین اگر حقوق سیاست شناس گپ زنیم امروز همین مثلا در مثال سیاست شناسی شما میتونید ببینید که چقدر همین اطلاعاتی بسیار همه را بسیار مشغول کرده است. مثلا یتیم ترین ساحه همین حوزه سیاست شناسی است، زیرا همه سیاست شناس همه اظهار نظر میکند. شما میبینید که نه دانش بنیادی دارد، نه متد تحلیل دارد، نه خلاصه میگیرد، نه منطق رو، نه روند سیاسی رو بررسی میکند، لیکن به خودش اجازه میدهد که مثلا در کلیدترین مسائل اظهار نظر کند. بنابراین همین دانش‌های فرگمنتالی همین خیلی لحظه‌ای نمیگن، لحظه‌ای نه، ولی اگر آدم دانش بنیادی در همون ساحه داشته باشد و اظهار نظرش هم منطقی و اساسدار باشد. مثلا من درباره همین علم طب بسیار چیز میدانم، با خصوص کسی که چند وقت کسل باشه تمام داروها رو ریسپت نسخهش قریب از یاد میدونم، لیکن هیچ وقت جرأت نمیکنم در یگان مسئله طبی یگان نظر تیه. من هیچ وقت جرأت کرده نمیتونم گویم که من میره خورید خوب است یا ایره خورید. همین سیاست شناسی هم برابر یعنی همین طب اختصاصی است. هدفهای همه ما باید همی باشه که گفتمان ملی ما به فضای سالم برگردد. مثلا یک نفر میتونه اندیشه داشته باشد، او را اظهار کنه، در برابرش اندیشه شنود، نه که در برابرش تحقیر شنود یا دشنام شنود. یا مثلا شما بینید اگر شما درباره یک گول، یک مثلا آفتاب یک چیز می نویسید، در زیرش دشنام میشنوید، چون که فضای سالم باید باشد. این خیلی نیست. از این رو مطالعه بنیادی کسبی
باید فضا رو خیلی کسبی کنیم. اما البته ما هم نمیتونیم پیش روی بازار و پس من فکر میکنم که کتابخانه در راه درست است، چون یکی از هدفهاش به هم آوردن فکرهای سالم، اندیشه‌های سالم و مطالعه است. اگر آدم هر قدر میزان مطالعه‌اش، میزان خوانیشش بالا رود، ما با همین اندیشه ایم فکر میکنیم که سالم‌تر میشود، گفتمانش حداقل اگر دانشش قوی باشد گوش کرده میتوند جانب دیگر. من اولی برنامه شما بسیار مهم است، زیرا ما هر سال برای قبول در مکتب آزمون معلم میگذرونیم، آزمون معلمی که برای مکتب درس دهد و امین یک تحقیقات عجیب میشود که امین انکت چی میگیم حاضر پرسشنامه، اما پرسشنامه هایی که ما برای معلمان برای به کار قبول کردن پیشنهاد میکنیم، در اونجا یک بند هست که آخرین کتاب هایی که خواندید در 3 سال اخیر و حتی معلمان زبان و ادبیات می‌نویسن که اودینا داخونده، اما نگه تو معلم ادبیات تو داخونده رو 20 سال پیش خوندی، 10 سال پیش خوندی اودینا رو، پس معلوم میشه که تمام مطالعاتش به همین خلاصه میشود. یعنی در روندی هزاران از کتابای معاصر حتی معلم خبر ندارد، برای همین اما انکت رو ورق میزنم جمعیت داخونده اودینا مرگ سودخور همینا رو میدونن، ممکن همیرم در سطحی همون تعلیم مکتب خونده. بنابراین این در قوس بود. اما درباره بحثی درباره کتابخانه گفتم که ما چرا قرض داریم، چون که اگر شما فرهنگ کتابخانه رو تبلیغ میکنید در نتیجه کتابای ما رو میخونن، اگر همین کتاب نخونن ما برای چی مینویسیم؟ خب در همین نکته بیاید برای معرفی کتابای شما، خب وقتم خیلی کم مونده است، روی کتابای شما صحبت کنیم، و کوتاه اگر گفته بگذاریم چون آگاهی پیدا کنند و اکثر این کتابو در فروشگاه‌های تاجیکستان هستند و میتوانند دسترس کنند. خب اولینش دوست دار زیستن در نزد من است. این کتاب مجموعی شعرها است به فکرم. بله، این دوست دار زیستن میشه گفت دیوانی من است، زیرا امین سالی گذشته من 50 ساله شده بودم و یک از بس که یک دوره اپیدمیا بود، یادتون هست، یک دوره احساسی بود. من چنین کار کردم که از تمام همین دوره های گوناگون ایجادی خود یک گلچینی شعرها را ساختم، تدوین کردم و این کتاب دوست دار زیستن مجموعه نمونه شعرهای من است. این کتاب است، وگرنه من 3 مجموعه شعری داشتم. این کتابی آغاز دوستداری اول بود، بعد اون تو در گفتن نمیایی بود و این کتابی دوست دار زیستن از این 2 مجموعه و 50% شعرهای نو رو در بر میگیرد و نظم است، ولی نظمی فقط لیریکی نیست، نظمی است که باز یعنی موضوع اجتماعی هم دارد. یکی از سمتایی که من میخوام زنده شود شعر اجتماعی است. نورست در جبین بدخشان، درست خوندم؟ نورست در جبین بدخشان. خب این کتاب، این عکسی که در بالاش است این قلعه اسماعیل سامانی است و این شاید زیباترین کتاب و دوست داشته ترین کتابی من همین باشه. هم از نظر آرایش و هم خیلی جالب است. سلام. این قلعه اسماعیل سامانی است در بالاش. شما ببینید که در آسمان جایی رسید، ولی این کتاب چی است؟ این کتاب یک یشت بگیم یا یک سرودی بسیار صمیمی و استتیکی و زیباشناسانه درباره بدخشان است. یعنی بدخشان را، جغرافیای بدخشان، ژئوپلیتیکای بدخشان، سیاست بدخشان، فرهنگ بدخشان، تاریخ بدخشان زیاد گفته شده است، ولی این کتاب یک نوع یک پورتریتی زیبایی شناسی از بدخشان است که همون واقعیت های بدخشان را از با یک زبانی خاص، با یک سبکی شاعرانه و موزون با نثر و نظم داده شده است و این کتاب کسی که روحی بدخشان را شناختن خواهد این کتاب مهم است. خطر گروه های افراطگرایی دینی چیست؟
ها این کتاب سیاسی است. البته این هم یک کتابی است که در اینجا من عموما اگر بگم یگون کتاب ما همین خیلی نوشته نمیشه برای هوس، چون که من درک این است که میدونی برای چی خوب اشاره کردید، میگن این قدر کتاب نوشتن برای چی شد این سوال هم پیدا شد. خلاصه این کتاب ها البته محصول یک دوره طولانی است، خیلی نیست که ما در یک شب 20 کتاب نوشته باشیم یا در یک سال، ولی درباره این کتاب خطر گروهی افراطگرایی که هر کتابی من یک حالتی کنسپچوالی داشت، مثلا برای حل یک مسئله یا یک دیدگاه خاص. مثلا مبارزه ما با افکار افراطگرایی یک مبارزه فراگیر است که دولت، جامعه تجربه خاص دارد در این سمت، ولی تجربه ما نشان میدهد که ما به افراطگرایی همچون تهدیدی فیزیکی و امنیتی برخورد داشتیم و آماده. مثلا من فکر میکنم که دولت ما، نهادهای قدرتی ما از نظر فیزیکی، از نظر متدولوژی تجربه بسیار کافی مبارزه با این پدیده دارند، اما از نگاه معنوی و فکری اینجا این کتاب یک چیز دیگر رو نشون میداد که مثلا کنسپت ما این بود که خطر افراطگرایی فقط این نیست که یک ایستگاه رو میتر کند یا کوچه رو یا بی ترتیبی، حالا میگن که ترتیبات جمعیتی رو برهم میزنه، فقط این نیست. تفکر افراطگرایی امروز به خود ملت، به ارزش‌های ملی، به فرهنگ ملی، به تفکر، به خود طرز زندگی آزادانه ما، به دولت و فضای ملی ما خطر دارد. بنابراین اینجا این کتاب یک خطری بسیار عمیق‌تر که نه ایستگاه رو میتر کنه بلکه اندیشه رو میتر کنه این پدیده. بنابراین باید نگاه ما به این پدیده عمیق‌تر باشه. علمای اسلامی در تاجیکستان یکی از کتابی دوست داشته ترین شما با فکرم میونی عامه خوانندگان و اولین کتاب، شاید یگانه کتابی که همین موضوع رو آموخته است در تاجیکستان. من فکر میکنم ما در محیطی خوب کتاب، یعنی این کتاب شاید یگانه داشته باشیم، چون این کتابی که همین روند رو، همین جریان رو، یعنی علما اسلامی در تاجیکستان رو آموخته باشد. خب فکرم درست است یا فکر میکنید کتاب‌های دیگر هم هست در این زمینه؟ واقعا یکی از کتاب‌های خیلی مطرح شده است، چون که من یک وقت از نزد مسجد مرکزی میگذشتم، شاید 6 سال 7 سال پیش بود، دیدم که از این کتاب میفروشند. بعد گفتم که این از کجا افتاد؟ گفت که این فلان تاجر یا فلان تاجر کتاب 2000 نسخه چاپ کرده است. یعنی این بازار سیاه دم هست. یعنی که معناش نیست که خودش حدود 2000 نسخه چاپ شده بود، باز 2000 کسی چاپ کرده است فروخته. خلاصه خیلی زیاد در فروشگاه. اما این کتاب نیز یک کنسپسیون بود. به چی معنا؟ به این معنا که ما دو مشکل داشتیم در فضای فکری. یکی این که یک بحثی بی نهایتی کمتر مصنوع گویا همین بود که همین زیایی و روحانی همیشه در نبرد و در دو قطب مخالف استاده و همدیگر رو می زداینه. برای همین بسیار از قوه و انرژی ملی ما صرف همین میشد. حتی بعضی فیلم های توهازی رو میبینم که ما اساس سیناریش همین جنگ معلم و داملا مثلا همین توهازی رفته است. دوم نکته این بود که ما در سالهای 20 و 30 با نام از بین بردن روحانیان و داملاها قشر زیایی ملی ما تقریبا از دست داده بودیم. بنابراین این کتاب نظرش این بود که چگونه مناسبت فکری در جامعه معتدل شود تا همه ما چه روحانی چه زیایی در خدمت دولت و ارمان‌ها و ارزش‌های ملی باشیم. و این کتاب ایدهش این بود که اگر همین بحثی سخت ایدئولوژی فروکش کند، نیروی بیشتری برای وحدت، فرصت بیشتری برای سازندگی، برای علم ساخته میشد یا به وجود میاد. برای همین کتاب فکر کنم در همون زمان خودش یکی از کانسپت‌هایی بود که من صمیمانه رو گذاشته بودم. البته موقع حزبی و موقع ملی این هم یک بحثی مطرح بود در جامعه و شما کتاب کردید. این رو مرکز تحقیق استراتژی نزدیک پرزیدنت جمهوری تاجیکستان نشر کرده است، یعنی نشرش این است.
خب این کتاب چی چیزی رو در بر میگیره و چرا شما نوشتید؟ چی باعث شد که این کتاب رو نوشتید؟ این کتاب تقریبا همین مقدمه است یا آغاز است به همین نظر دیدگاه دولت محور. 10 سال پیش اتون نشر شده است. چگونه یعنی این کتاب البته یک دوره رو که من شخصا اگر باید اعتراف کنیم از یک بگیم فعالی سیاسی آرمانگرا بیشتر با تجربه و واقعیت‌های سیاسی آشنا شده بودم که چون سالهای زیادی کار در اداره ها در نتیجه فکر من این بود که یکی از مشکلات اساسی جامعه این است که ما در سطح فکری گروه خود، محل خود، حزب خود، منطقه خود، ایدئولوژی خود گرفتار شده ایم و در سطح ملی فکر کردن، موقع ملی داشتن رو نه تنها در مردم، در زیایان، در اداریان ما جستجو میکردیم در همین دوره و خلاصه من بود که نشون دیم که موقع حزبی یک چیزی جزئی است، موقع ملی یک چیزی کلی است. بنابراین این کتاب دو محور اساسی دارد. یکی این که تحلیل همین است که چرا این تفکر استعمار زده ما را اینقدر خورد و گروه کرده است و دوم یک راه حل هایی بود که البته این کتاب ما حزبای سیاسی را اما 7 حزب سیاسی که بود یکی تحلیل کرده چگونه از این موقع و سطح حزبی و گروهی به سطح ملی رسیدن رو در سطح اندیشه مطرح کرده است. کتاب دیدگاه دولت محور نو بس از اینکه این کتاب مخالفان و موافقان خود رو دارد، کتاب سال اعلان شد در تاجیکستان، اعتراف شد، کتاب سال در تاجیکستان اعتراف شد و یک مقدمه هم گفته در اینجا برای کتاب دولت محور. فقط من یک سوال که از خودی جانبان که اونهایی که خب من از تا جای یک نقد درست علمی نخوندم، یعنی اونهایی که گفتن خب با احساس گفتن یا نمیدونم با چیزای دیگه گفتن، خوب میشد که عالمانه و دانشمندانه می اومدن نقد میکردن اگر نقد میخواستن برای کتاب. فقط یک سوال، بسیاری ها این سوالم خوب وقتی ما با شما بحث میکردیم صحبت میکردم پرسیدن که از شما این سوالا بپرسیم. از اکثر نظریه پردازان سیاسی یا دانشمندان سیاسی که به این علم مشغول هستند کوشش میکنن نظریه ها رو بنویسند که دولت ها رو یا حکومت ها رو جامعه از پس همون نظریهشون برند، ولی میگن شما در کتاب دیدگاه دولت محور تلاش کردید که نظر امروزه رو اساس نکنید یا نظر اندیشه امروزه دولت یا نمیدونم حکومت و چیزی بوده رو امروز مثلا اثبات کنید که خب همین درست است. یعنی شما از پس این نظریه تا جایی به قول همون و اومده. خب نظر خودتون چون نظر خودتون چی است؟ البته این کتاب دیدگاه دولت محور بحثی مفصل. بله یک برنامه علیحده باید اطراف این باشه که در یک آخرین سوال دقیقه آخر نمیشد، ولی اگر کوشش کنیم که فشرده ترین نظر اول اینکه من میخواستم که کسانی که درباره کتاب دیدگاه دولت محور نظر میدهند همین رو بخوانند. نخوانده کتاب دولت محور ای بس بران یا حیف است بران، اگر مخالف حیف است بران اگر مخالف باشی. همین کتاب اولی من انشالله ماهای آینده نسخه الکترونیکش میگذارم. من حیران میشم که کسانی که نخوندن این درد است، اظهار نظر میکنن، این بدبختی است و این درباره سوالش من از بیخ ناراضی هستم، چون که این سوالی است که از چی سر میزنند. البته این سوال شما نیست، سوال خوانندگان رسانه است که مثلا میگن از پسشون میبرن نظره، مثل خانم کیسینجر نمیدون نظر پردازان دیگر دنیا. شما برای چی این سرزدگی است؟ همین تزیس یکی از تزیس‌های اساسی کتاب این است که فرقی حکومت از دولت چی است و دولت یک مفهوم بسیار بزرگتر، مهمتر، بنیادیتر از حکومت است و در این کتاب دولت به معنای حکومت نیست که تصور کنن که این کتاب حکومت محور باشد. در این کتاب ارزش‌های عالی دولتی، منفعت‌های ملی دولت به معنای خودی سرزمین، حدود، کشور، جغرافیا، ارزش‌ها، جغرافیا و فرهنگ و تاریخ، دولت به معنای اون مجموعه دارایی‌های ملی ما مطرح است و
این باید در محور اندیشه و فعالیت هر یکی ما بود. دوم اینکه این بی انصافانه ترین سخن است که گویند که وضعیت موجوده رو شرح می‌دهد. نه برعکس در این کتاب دقیقا نشان داده شده است که باید دیدگاه دولت محور شود. اینجا نگفتیم که دیدگاه دولت محور هست، شود اصلا نیست. اگر می بود چی می نوشتیم؟ لیکن ما در تاجیکستان نداریم همچون کتابی، همچون یک کتابی نظر ببین. این کتاب دیدگاه دولت محور البته یک جای ضعیفی داره. جای ضعیفیش این است که سالی گذشته وقتی که رو می نوشتم من واقعا من خیلی آشکار فکرم همیشه میگویم درباره خودم، من واقعا در همین بین ماهی در سال 20 و اولی 21 من حالت روحی و حالت سلامتی من خیلی بود که بسیار سر و سیمه بودم که وقتی من شاید کم باشد. هم خیلی یک انسان است ولی ایرا ضعف نام میمونید، احساس نام میمونید. من همین کتاب در همین دوره نوشتم و برای چی زود نوشتم که من فکر میکردم که همین مهمترین خلاصه من است و همین رو باید نویسم، باید همین وقتم رسد که این رو نویسم. خوشبختانه وقتم رسید. برای من نام همین کتاب بود وصیت سیاسی راهنما. نامش خیلی بود. بعد نوشیران گفتن که این نام بسیار سخت میرسه، خصوصا این رو مرکز تحقیق استراتژی چاپ کرد، گفتن که وصیت سیاسی راهنمایی چه. بنابراین من از خود مضمونی این از داخلش همین دیدگاه دولت محور بود، لیکن من اینقدر به این دیدگاه ارزش قائل بودم که اون رو همچون وصیت یعنی آخرین سخن من از ما همین موند. سیاست خلاصه ما همین بود و اینجا خیلی بود که نظرم این بود که ما دولت رو به معنای بزرگیان اگر از دست دهیم، اگر قدردانی کرده نتانیم، اگر این دفعه دولت شکند تمام همین ارزش‌های ما میشکند. بنابراین من دولت رو نه همچون حکومت و ساختاری اجرایی بلکه همچون یک ارزش عالی ملی و ارزش عالی که خب شرحش در کتاب هست مطرح میکنم. و انا کن بینید همون گپی شما ده که این وضعیت موجوده نیست، بلکه تأکید این است که ما هممون باید به همین سطح تفکری دولت محور رسیم و خیالی بعضی آدم‌ها این شده است که این مراجعت به کسایی است که بیرون از حکومتن یا بیرون از نظام. برعکس در اونجا بابی هست که و بخصوص بابی دوم همین کتاب مخصوص تاکید میکند که پیش از همه خدمتچی‌های دولتی باید به سطح دولت محور رسند. پیش از همه تا که جامعه از اونا پیروی کنند. بله خود زیاییان، خود اهل زیا و اهل فرهنگ به این سطح رسند. این نیست که مثلا به دیگرو دعوت باشد. یعنی که این تکمیل میشود در آینده این کتاب، یعنی با فکر دارد که تکمیل کنید بعضی جاش. هر باری که در این باره گپ میزنیم سخنرانی میکنیم احساس میکنیم که اون جاش مانده است. مثلا یکی از تزیس‌های بسیار مهمی که من میخوام در چاپ‌های بعدیش وارد کنم همین تفاوت ملت فرهنگی از ملت سیاسی. چون ما مثلا به هر حال یک ملت سابقه داری هستیم که از نظر هویتی بسیار خوب تشکل یافته‌ایم و فرهنگی با ارزش‌های ما همه چیز مشخص است، ولی همچون یک عمومیت سیاسی هنوز ما تشکل نیافتیم. تفکر استعمار زده به این معنی است که یکی از عنصراش این است که ما همدیگر رو هیچ وقت اعتراف نمیکنیم و خیال میکنیم که بزرگ متفکر دانشمند حتما یا در غرب میشد یا در شرق میشد یا در روس میشد یا در اروپا میشد یا در ما نمیشد. بنابراین اگر هم بالای کتاب دیدگاه دولت محور شما یگان جانس تومس یا کن ایوانوف نویسید هر صحیفه‌اش اقتباس میارن ولی چون در بالاش همین نام تاجیک است اعتراف نمیشد. بنابراین من راضی ام نامش را از بالاش گیره. مهم این است که خوانده شود، دولت نجات یابد، ملت نجات یابد، مسئله حل شود. خب خلاصه من چی است؟ من فکر کنم که برنامه کتابخوان و همچنین یک برنامه با چنین هدف با چنین فرمت یک کار ملی هست. کار ملی حتما حزب و سیاست و بحث و جنجال نیست. مثلا اگر ملت را
یک فرد ملت رو از نظر اخلاق، از نظر دانش، از نظر اطلاعات قوی کنه، ملت قوی میشه. یک ملت قوی جمع افراد قوی، یک ملت آگاه جمع مردمان آگاه است. بنابراین اگر برنامه کتابخوان در این مسیر درست خود ایستد، انحراف نشود، به بحث‌های ایدئولوژی نپیچد، به بحث‌های سیاسی نپیچد، فقط فرهنگی مطالعه، فرهنگی بلند برداشتنی معرفت مردم رو پیش گیرد و به همین هدف رسد، این یک کار ملی است. بار دیگر تشکر که دعوت ما رو پذیرفته در برنامه کتابخوان اشتراک کردید. هدف و آرزوی یگانه ما این است که آگاهی، دانش، فرهنگ و مطالعه هرچی بیشتر و بیشتر در جامعه قوی تر گردد. این برنامه کتابخوان بود. تا برنامه آینده در پناه خدا بمانید. خدا حافظ شما.